چطور نیترات سرطانزای سبزیجات روزمره رو به صورت قابل توجهی کم کنیم؟ سبزیجات روزمره ما ایرانی‌ها، خب ببینید توی خیار معمولا توی ناحیه اتصال به بوته اینجا نیترات خیلی بالاست. ما چیکار کنیم؟ ما باید حداقل 1.5 سانتیمتر از ته خیار رو ببریم. فرقی نداره پوستش رو بگیریم یا نه. هویج هم همینطور. ناحیه اتصال به گیاه، خب اینجا باید بریده بشه 1.5 سانتیمتر. گوجه یه مقدار پیچیده تره، من این گوجه رو وسط نصف کردم. ناحیه اتصالش به بوته و تا این ناحیه پایین که سفیده، خب اینو باید حتما شما به این صورت خارج کنین. حتی اینجا هم یه مقدار هنوز هست، میبینین؟ اوکی. کاهو در شاخه وسطشه، این مغزشو که خیلی جداگونه دوست دارن و میخورن پر از نیتراته. پس مغز کاهو رو نخورین، برگاشو استفاده کنین.